خیلی خوش اومدی. میگم اینجا واسه خودت یا اجارش کردی؟ یعنی واسه این میپرسم که خب دیدی جدیدن دوربین و اینا میذارن خطرناکه. واسه خودته، خیالت راحت. گوشیت داره زنگ میخوره. مهم نیست دوستمه، حالا میگیرمه. خب باشه عزیزم، پس تو تا لباس عوض میکنی اینجا رو میبینی، من ماشین رو بیارم تو. باشه. بابا تو چرا اینقدر زنگ میزنی؟ میفهمم گاف که نیست. 3 روز منتظرم تو یه غلطی بکنی. این همه بهت پول دادن. بابا طرف نبود اصلا، نمیتونم بهش اصرار کنم که لو میریم. الان اینجام خیالت راحت، ولی اگه زنگ بزنی همه چی میره رو هوا. خودم بهت خبر میدم. خیلی امشب خوش گذشت، مرسی که اعتماد کردی اومدی. تو خیلی پسر خوبی هستی، من خیلی وایب مثبتی ازت میگیرم. دم خودت گرم. قربونت برم. فقط امشب میتونی اینجا بمونی، حتما باید برگردی خونه. شاید باورت نشه ولی تو همین مدت کمی که میشناسمت خیلی بهت اعتماد دارم. حس میکنم 10 ساله میشناسمت. اگه تو بخوای میمونم. من که مشکلی ندارم. اتفاقا اینجا 2 تا خواب داره، خواب کنار سقف خیلی آرامش داره. تو امشب اونجا بخواب. همین رفتارته که آدمو جذب میکنه دیگه. معمولا بذاره توی موقعیت‌ها اینجوری رفتار نمیکنه. اتفاقا منم زیاد این شکلی نیستم، ولی هم تو زیاد من نمیشناسی، هم من واقعا ازت خوشم اومده. تا روزی که از یه آدم مطمئن نشدی چیزای با ارزش تو بهش نده. اینو هر کسی بهت نمیگه. شب بخیر. شب بخیر. لعنتی بازم نشد. دل دارم برات.